سوالی 101 به فکرم درباره فشار است. فشار در بالای جسم‌های سخت. برای این سوال رو کار کردم. خب بخاطر ببینیم فرمول چی بود. فشار در بالای جسم‌های سخت چی بود؟ فشار رو ما با P نشان میدادیم. برابر است به قوه تقسیم مساحت روی همون اشیاء. در اینجا نگاه کنید 4 جسم داشته است. ماسه‌شون یک خیلی میگویم و فشاری کدامی از آنها در سطح تکیه‌گاه، یعنی در سطحی در بالای استول در بالای زمین باشند از همه زیادتر است. در اینجا قوه چی است؟ وزن اشیا. ماسه‌شون که یک خیلی ما وزن رو میدونیم. جای F وزن هست. این ماسه ضربه گراویتاسیونی این دکنیست ماسه‌شون یک خیلی است. یعنی قوه تقسیم می‌کنه همشون یک خیلی است. روی ماتماتیک فکر کنیم فشار رو. کی همین فشار اصلا زیاد میشه؟ وقتی که مخرج اصلا کم شود. فشار کی کم میشود یا سرعت کم میشود و مخرج کم میشود. فشار کم میده کدام وقت میده میشود؟ وقتی که قوه کم شود و مساحت یعنی مخرجش زیاد شود. یعنی از اینجا میبینیم که مساحت کدامی از اون سطح آنها اصلا کمتر است. اگه از نگاه کنید روی راست نگاه کنید این البته که جسمی یک است. مساحتی که در تکیه‌گاه در پای ما میکنه این همین قدر تقسیم میکند. این مساحت اصلا کمتر نسبت به 2 3 و 4 و فشار البته آن اصلا زیادتر است. یعنی فشار جسمی یک اصلا زیاد است. و سوال 102 اکنون در اینجا با عددها رو داشتن با همون منطق بکنید. قوه وزنی هوای گرد کره زمین رو معاینه کنید. فشار هوا 5 ضرب 10 درجه 5 پاسکال بوده. مساحت میانه کره زمین 5 ضرب 12 متر کوادرات می باشد. با همین فرمول استفاده بریم. یعنی فشار برابر است به قوه تقسیم مساحت. باز در اینجا با ما چی داشته؟ فشار داشته است. 5 ضرب 10 درجه 5 برابر است به ما قوه میپرسد F رو میبینیم. یعنی قوه وزنی هوا رو. مساحت روی زمین چند؟ 5 ضرب 10 درجه 12. اینجا ماتماتیک استفاده می‌کنیم. ضرب تناسبی F برابر میشد 5 ضرب 10 درجه 5 ضرب 5 ضرب 10 درجه 12. این به چی برابر میشد؟ 25 ضرب 10 درجه 17 نیوتن. قوه که است واحدش نیوتن است. جواب رو نگاه می‌کنیم. F جواب است. این جواب 3 میباشد.